کبیرزاده حالا چگونه این نگرانی ها را برطرف کرد و چگونه به اجماع منطقه‌ای برسد حکومت سرپرست؟ خب این نگرانی ها را در صورت ما میتونیم برطرف بکنیم، حل بسازیم. قسمی که تذکر دادم به یک پروسه ملی و مردمی که اعتماد سازی شود واقعا به شکل شفاف و عادلانه و آزادش با نظارت جامعه جهانی و کشورهای منطقه و مشارکت عام مردم افغانستان یک انتخابات آزاد در افغانستان را اندازی نشه، هیچگاهی این مشکل اساسی که امروز دامن افغانستان گرفته حل نخواهد شد. یک موضوع این مسئله بوده که باید به انتخابات تمکین کنند و خواستهای مشروع و ملی مردم افغانستان تمکین کنند و خواستهای مردم افغانستان باید این طور نباشه که همیشه فشار جامعه جهانی وجود داشته باشه. باز اینا بیان بعضی از مشکلات مردم افغانستان را حل بکنند. مثلا به خاطر بازگشایی مکاتب و دانشگاه و پانتونا فعلا ما شاهد هستیم با وجود در طی 2 سال فشارهای جامعه جهانی، کشورهای منطقه، مردم افغانستان، فعالین سیاسی و مدنی همه‌اش فشار وارد میکنن به نحو بالای حکومت طالبان که مکاتب رو روی مردم افغانستان باز کنن. او هم به اساس یک فشار جامعه جهانی حالا آیسته آیسته البته تن دادن که در مکاتب باز بکنه. این هم البته به شکل از امیدواری میتونه باشه که اگر واقعا حقیقت داشته باشه در آینده نه چندان دور باید به این خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان به خصوص قشر خواهرها و برادرای ما احترام بگذارند و زمینه تحصیلات برایشان مساعد بکنه. و حضور قسمی که جناب شیخزاده صاحب گفت، حضور تمام مردم افغانستان در آینه حکومتداری یک اصل است. تا زمانی که ما تن به این خواستهای اساسی مردم افغانستان نتیم و همو سلیقه‌های گروپی خود، حزبی خود و تحمیل بکنیم بالای جامعه جهانی مردم افغانستان، این گره‌گشای موضوع امروز افغانستان نیست. این بنبست پس باید به خواستهای نیک و مشروع مردم افغانستان تمکین کنیم، او را احترام بگذاریم و ملیت‌های افغانستان و روی هم رفته مشارکت وسیع مردم افغانستان، نماینده و خبرگان سیاسی افغانستان خصوصا کادرهای علمی و مسلکی را در قایدهای وسیع دولت بگماریم، جا بدیم. بعد از اون ما میتونیم حداقل یک بخش از معضلات و مشکلات امروزی مردم افغانستان حل بکنیم. در غیر از او اگر خواستا همیشه یک جانبه ادامه پیدا بکنه، نه مشروعیت ملی داریم نه مشروعیت منطقه‌ای پیدا خواهد کردیم و نه جامعه جهانی ما را به رسمیت نخواهد شناخت. این مراحل ابتدایی است که البته یک زمینه سازی است که میتونه همون مراودات تامین شود، حداقل به سوی به رسمیت شناختن بریم و حاکمیت های تک گروهی را قومی را در طول تاریخ افغانستان ما شاهد بودیم که هیچ جناحی به رسمیت نشناخته. طالبان هم اگر واقعا میخواهند که به سمت به رسمیت شناختن برند و کشورهای منطقه جامعه جهانی یک غور بررسی داشته باشد این مورد، باید از تاریخ درس بگیرند و سرنوشت سیاسی را باید مردم افغانستان خودشان تعیین بکنند، نه یک گروه و یک تنظیم خاص. این خواست اساسی مردم افغانستان است. زمانی که افغانستان یک کشور کثیر قومی میگیم، امروز هر نمونه قومی که خود در آینه حکومتداری نگره بدون شک از دید و اندیشی از او نمیتونه بگه که حکومت جدید حاکم است وجود داره. بله، تشکر. شیخ الحدیث صاحب، د حل لاره څه ده او څه وخت به د انجونو لپاره مکتبونه خلاص شي؟